عجیب ترین جوابی که چت جی پی تی درباره یه سوال داده که هیچ آدمی نمیتونست بده. سوالی که ازش پرسیدن اینه که یه حقیقت تلخ که هیچ آدمی نمیدونه ولی تو میدونی رو بگو. چت جی پی تی این جوابو داده: آدم به امید این که یه روز به خوشبختی میرسه زندگی میکنه، اما اون روز هیچ وقت نمیاد، چون خوشبختی رو به یه نقطه از آینده وصل میکنه. فلان کارو انجام بدم خوشحالم، فلان قد پول در بیارم خوشحالم، اون خونه رو بخرم خوشحالم، اون یکی مشکلمو حل کنم دیگه راحتم، و همش به این چیزا فکر میکنه. اما حقیقت اینه که زندگی هیچ وقت به معنی واقعی کلمه رو به راه نمیشه. مدام مشکلات جدید، هدفهای جدید و مانعهای جدید ایجاد میشه. اگه خوشبختی رو مدام وابسته به درست شدن کارا بدونی، خوشبختی مدام عقب میفته. اما اگه از لحظه حالت لذت ببری و به خاطر چیزایی که داری شکرگزار باشی و زندگی رو طوری که هست قبول کنی، شاید تو لحظه‌ای که انتظارش رو نداری واقعا خوشبختی رو حس کنی.